سلام علیکم، وقتتون بخیر باشه. حال و بارتون چطوره؟ موضوع لایو امشبمون در مورد ریسک های انواع تمدید اقامت از طریق ثبت شرکت با اجاریای مختلفه. سعی میکنیم توی 30 دقیقه تمام توضیحات لازم رو بدیم و سوالات شما دوستان عزیز رو هم در همین حوزه انشالله جواب بدیم. همونجوری که میدونید اینجا دفترهای مختلفی برای تمدید لایسنس و اقامت وجود داره. انواع مختلف اجاری رو توی این بازار از قیمت مثلا 3400-500 درهم اجاری شروع میشه به بالا که در واقع مزایا و معایب مختلفی دارن این اجاری ها و هر کدومشون میتونن یه سری ریسک ها رو داشته باشن. من امشب توی این لایو میخوام خدمت شما عرض بکنم چطوری میتونیم تمدید اقامتمون رو بدون ریسک انجام بدیم و تا ریسک 99%، یعنی 8 تا 9 تا روش مختلف و آیتم های مختلف وجود داره برای تمدید اقامت. با تمدید شرکت اشتباه نگیرید بچه ها، این موضوع در مورد تمدید اقامت هستش. میخوام یکی یکی اینا رو توضیح بدم خدمتتون. اولین موضوع که در واقع تمدید اقامت بدون ریسک و صحیح ترین روش هستش این که یه دفتر فیزیکی واقعی داشته باشیم به علاوه حساب شرکتی. این اولین روش و منطقی ترین روش، حساب شرکتی و داشتن دفتر فیزیکی واقعی که این دفتر فیزیکی واقعی دوا داشته باشه، پول برمایناش به نام شرکت در واقع صادر بشه. این میشه شرکتی که اقامتش کاملا بدون ریسک تمدید میشه. مورد بعدی میشه دفتر فیزیکی به علاوه حساب شخصی، یعنی طرف دفتر فیزیکی داره اما حساب شرکتی نداره و برای تمدید اقامتش اگر گیر بکنه پرینت حساب شخصیش رو ارائه میده. این روش در واقع میشه گفت که بعد از اینکه مثلا شما دفتر و حساب شرکتی دارید این هم کم ریسک ترین راهه و این ریسک 10% برای شما داره. اجاره دفتر فیزیکی یعنی داشتن دفتر فیزیکی به علاوه حساب شخصی که تراکنش داشته باشه، تراکنش خوب داشته باشه. مورد سوم، یعنی همونجور که داریم میریم پایین یواش یواش ریسک داره بیشتر میشه. مورد بعدی، من اینا رو برای اینکه قاطی نکنم نوشتمشون و از روی این صفحه موبایلم دارم برای شما میخونم. اجاره دفتر بیزینس سنتری و حساب شرکت، یعنی طرف یه دفتری اجاره میکنه به صورت سالانه و حساب شرکتی داره، یعنی شرکتش فعاله، داره تراکنش‌های درست حسابی انجام میده، قرارداد داره، فاکتور داره، ولی اجاره آفیسش اجاره دفتر سپرت آفیس، یعنی دفتر جداگونه‌ای که روش دوا باشه نیست. برای همین یک ریسک 30% رو داره برای خودش درست میکنه، یعنی 30% امکان داره که اقامتش دیگه تمدید نشه. کسی که دفتر بیزینس سنتری سالانه داره به علاوه حساب شرکتی و شرکتش فعاله، پس این هم شد ریسک 30%. ریسک 50%، این عددا رو چجوری به دست آوردم؟ من توی این مدت 2-3 ماه گذشته موردهای مختلف و مشابه این رو بیرون آوردیم. کسایی که اقامتاشون با چالش خیلی زیاد تمدید شده برای شما نوشتم، حساب کتاب درصدیش رو بر اساس تعدادی که انجام دادم و براتون نوشتم و دارم براتون میخونم که شما هم با پذیرش این میزان ریسک ها در واقع به سمت تمدید اقامتتون پیش برید. اگر میخواید که بدون ریسک باشید، خیالتون کامل راحت باشه، اجاره دفتر فیزیکی و حساب شرکتی. اگر ریسک 10% میخواید بپذیرید، اجاره دفتر فیزیکی و ارائه حساب شخصی. اگر ریسک 30% رو میپذیرید، اجاره دفتر بیزینس سنتری به علاوه حساب شرکتی فعال. اما مورد بعدی که ریسک 50% رو برای شما داره، یعنی 50-50 تمدید شدن اقامتتون، میشه اجاره دفتر بیزینس سنتری سالانه واقعی، دفتری که فیزیکی وجود داره و سالانه در اختیار شماست
به علاوه ارائه حساب شخصی. یعنی شما حساب شرکتی نداری و رفتی یک دفتر بیزینس سنتری اجاره کردن، دفتر به صورت سالانه در اختیار شماست. این برای تمدید شدن اقامت شما ریسک 50% داره. اما در مورد همین دفتر بیزینس سنتری یه توضیح بهتون بدم. اگر که این دفتر بیزینس سنتر 2 سال متوالی دست شما باشه، یعنی سال اولی که موقع تمدید لایسنستون بوده با همین دفتر بیزینس سنتری تمدید شده باشه و در سال دوم که موقع تمدید اقامتتون هست باز شما همون دفتر بیزینس سنتری رو داشته باشید، این ریسک 50% تبدیل میشه دوباره به ریسک 10%. یعنی شما 2 سال متوالی یک دفتر بیزینس سنتر رو دارید و در اونجا مشغول فعالیت هستید. پس این درصدایی که من دارم برای شما مشخص میکنم و اینجا توضیح میدم برای کسایی که این دفترها رو فقط 3-4 ماه قبل از تمدید اقامتشون دارن اجاره میکنن. اونا که از 1 سال قبلتر این دفترها دارن شانساشون به مراتب بیشتر میشه. مورد بعدی که ریسک 60% داره میشه اجاره میز. این در واقع اجاریای دسک شیر، میزهای شیر که به شما میدن به علاوه حساب شرکتی. اجاری ها الان اینجوری شده که مثلا یه دفتر یک میز هولوش 1 متر در مثلا 60-70 سانت رو به شما اجاره میدن به صورت سالانه و این هم در واقع واقعی وجود داره. میتونید روش از بیزینس سنتر، از اون مرکزی که در واقع اجاره برای شما صادر میکنه، یک دوا اپرووال کلی بگیرید، نه اینکه مختص خود شما باشه. یک دوا اپرووال کلی میگیرید و میتونید اگر در صورتی که اون آفیسر امیگریشن به شما گیر داد برای تمدید اقامتتون اینو ارائه بدید. پس داشتن یه دونه دسک شیر به علاوه حساب شرکتی میتونه برای شما ریسک 60% داشته باشه و شما 60% با ریسک تمدید نشدن اقامتتون دست و پنجه نرم بکنید. مورد بعدی که ریسک تمدید اقامتتون 75% میکنه میشه همین اجاره دسک شیر به صورت سالانه به علاوه حساب شخصی. یعنی شما حساب شرکتی نداری، فقط حساب شخصی داری و میری یه دونه در واقع میز رو به صورت سالانه اجاره میکنی. این برای شما یک در واقع ریسک 75% رو به وجود میاره برای تمدید نشدن اقامت. همه این موضوعاتی که دارم میگم به شما برای کساییه که فقط 3-4 ماه مونده به اقامتشون دارن این میز رو میگیرن، دفتر بیزینس سنتر رو میگیرن یا هر نوع اجاره دیگه. کسایی که به صورت سالانه همین در واقع دسک شیر رو دارن اجاره میکنن و به صورت سالانه فیکس 2 سال متوالی از زمان تمدید لایسنسشون تا زمان تمدید اقامتشون عیناً این میزه و این اجاره در اختیارشونه، این ریسک 75%شون خیلی کمتر میشه و مثلا به هولوش 20-30% میرسه. یه چیزی بخوام عامیانه بهتون بگم بچه‌ها، این که زمانی که سال اول تمدید لایسنس شماست یه آدرس اجاری که توی لایسنستون میخوره، در صورتی که در سالی که موقع تمدید اقامتتون هست یعنی 1 سال بعد همون آفیس و همون آدرس رو شما داشته باشید، خیلی ریسک تمدید شدن رو برای شما کم میکنه. وقتی که آدرس ثابته، این به اون آفیسر نشون میده که این دفتر هر نوع دفتری که باشه، حتی میز هم باشه، وجود داشته و به صورت واقعی در این مدت 1 سال خورده‌ای که اجاری روی لایسنس بوده برای این شرکت بوده و در واقع کار تمدید کردن اقامت شما رو راحت‌تر میکنه. بگذارید زمانی که از ما میپرسید آقا هزینه اجاری چنده، من بهتون میگم مثلا اجاری 6000 درهم، بعد میگید نه من مثلا 2400 قیمت دارم، من 3500 قیمت دارم فلان. نه، این تفاوت‌های این اجاری هاست که شما یک اجاری رو به صورت 1 ساله داشته باشید یا یک اجاری رو، یک لوکیشن رو به صورت 1 ماهه داشته باشید. در ابتدا برای در واقع اینکه هزینه خودتون رو کمتر بکنید، چالش سر سال برای خودتون درست میکنید. مورد بعدی، یعنی گزینه بعدی که برای شما ریسک 85% برای تمدید اقامتتون به وجود میاره،
داشتن یک اجاری کوتاه مدت یعنی چی؟ یعنی این اجاریه به مدت 1 سال در اختیار شما نبوده و این اجاریه برای یک دفتره که این دفتره شما نمیتونید ازش استفاده فیزیکی بکنید. ما یه مدل اجاری داریم اینجا، این اجاریه برای تمدید اقامته، به شما میگن 1 ماه اجاری بازه و 1 سال قابلیت تفتیش داره، ولی شما نمیتونید از این آفیس استفاده بکنید. چرا نمیتونید از این آفیس استفاده بکنید؟ برای اینکه اون آفیس در حال استفاده شدن برای کارهای مثلا مثل انبار، طرف یک محیط 1000 متری داره، این 1000 متر رو تبدیل به انبارش کرده، جنس داخلشه، اجاریه‌شو رفته خورد کرده و در واقع داره به شما اجاره میده. برای همین موضوع شما با پذیرش اجاری کوتاه مدت 1 ماهه و داشتن حساب شرکتی ریسک 85% برای تمدید اقامتتون دارید برای خودتون میخرید. گفتم بهتون همه این درصد بندی هایی رم که بر اساس این اجاری و نوع حسابتون دارم بهتون معرفی میکنم، بر اساس تمدیدهای اقامتی که در این 3 ماه گذشته من انجام دادم. هولوش 178 تا تمدید اقامت ما انجام دادیم در این 3 ماه گذشته که تقریبا 20 تا 30 تاشون نشده. 20 تا 30 تاشون اونایی بودن که حساب شخصی نداشتن، حساب شرکتی نداشتن و هیچ علائمی از فعال بودن شرکت و بیزینسشون نتونستن ارائه بدن. ما میایم مثلا اشتباهات خودمونو میندازیم گردن مثلا نمیدونم اون آفیسر، میگم آقا اون بد اخلاق بود، اون فلان بود، راه نیومد فلان، در صورتی که خودمون هیچ آیتمی که نشون بده آقا من اصلا اینجا وجود داشتم. ما یک تمدید اقامت داشتیم تقریبا 1 هفته 2 هفته قبل‌تر که طرف برای خودش اقامت گرفته، برای زن و بچه‌ش هم اقامت گرفته و اینجا مثلا 3 سال گذشته، یعنی 3 سال اینا این اقامتاشون وجود داشته و شرکتی که ثبت کردن اصلا تمدیدش نکرده بودن. 2021 شرکت ثبت کرده، پایان 2024 که 3 سالش پر شده به قول معروف هیچ تمدیدی انجام نشده. خب اولا که موقعی که بنده خدا آمده بود اینجا میگفت که میخوام اقامت تمدید کنم، گفتیم خب باشه شرکت چی فلان، مثلا شرکت چیه؟ اصلا نمیدونست اقامتش از طریق ثبت شرکته. این موضوعاتی که مثلا حالا دوستان عزیز ما توی اینستاگرام دارن لطف میکنن اطلاع رسانی میکنن، خیلی ها رو آگاه کرده نسبت به 3 سال پیش که اصلا اقامت شما از طریق ثبت شرکت داره انجام میشه. خدا شاهده من شاید بالای 50 نفر 100 نفر دیدم که گفتن اقامت میخوام تمدید بکنم، اصلا نمیدونستن شرکت دارن، باید شرکت تمدید بکنن. فکر میکردن اون نوشته های پشت آیدی کارتشون که اسم یه شرکت نوشته اون شرکته برای اینا اقامت گرفته، نمیدونستن که این شرکت خودشونه. و اینجوری شد که برای تمدید اقامتشون گفتن آقا گزارش عملکرد شرکت بیار. خب گزارش عملکرد شرکت بیار، آقا اجاری ندارم، آقا پرینت حساب شخصی ندارم، آقا پرینت حساب شرکتی ندارم. آفیسر برگشت گفت آقا تو زن و بچت کجان الان؟ اجاری خونه تو بیار. گفت آقا اجاری خونه ندارم. گفت بچه‌ها مدرسه میرن، مدارک مدرسه‌شو بیار. گفت ما مثلا تو هتل زندگی میکنیم فلان اینا، خالی بندی دیگه. گفت آقا اشکال نداره، بچه‌ها مگه اینجا اقامت براشون نگرفتی؟ این مثلا تو بچه‌ها الان محصلن، آقا یکیشون 9 سالشه یکیش 11 سالشه، مدارک تحصیلیشون رو بیار که اینجا دارن درس میخونن. هیچ نو در انقدر آفیسر راه جلوی ما گذاشت که مثلا شما اینو بیار، چون دید این زن و بچه داره، گفت آقا تو اینو بیار، مثلا حساب شخصی نداری، شرکتی نداری، اجاری نداری، نمیدونم اجاره خونه نداری، اشکال نداره، مدارک تحصیل بچت رو بیار که اینجا بچت داره درس میخونه تا من اقامت تو برای تمدید بکنم. نداشت. تاش آفیسر برگشت گفت آقا من میدونم تو اینجا این اقامته برات هیچ نفعی نداری، فقط الکی کنتور ما رو پر کردی تو سیستم، داره نشون میده ما اینجا 13 میلیون مهاجر داریم، ولی این 13 میلیون مهاجری که اینجا هستن 3 میلیون نفرشون الکی ان، مثل تو ان، بابا به نفعت با ویزا توریستی بیای و بری. خود آفیسر خودشه گفت آقا تو اصلا به نفعت با ویزا توریستی بیای و بری،
تو الان در حالت در واقع نرمش که بخوای کمترین هزینه‌های راه اندازی بیزینس تو اینجا همین الان من قبول کنم به راه بندازی، همین الان باید بری 50000 درهم بدی دفتر و تمدید لایسنس و جریمه‌های لایسنس و فلان اینا. چه منافعی برات داره؟ تو منافعشو به من بگو، بجز اینکه داری مثلا راحت میای و میری هیچ منافع دیگه برای تو نداره. این کنتور ما رو هم پر کردی، کنسل، برو انشالله درخواست ویزای توریستی بده و با ویزای توریستی بیا. این آیتم هایی که گفتم خدمت شما هر کدومشون رو شما داشته باشید، حتی یک حساب شخصی که فعال باشه، درصدی برای شما شانس تمدید شدن اقامتتون رو بالا میبره. حالا وقتی هیچی نداری چه اتفاقی میفته؟ نشون میده که خب شما اینجا فعالیتی نداری و به نفع خودته که این هزینه ها رو پرداخت نکنی و هر موقع که امارات کار داشتی با ویزای توریستی بیای و بری. اما یه مورد در واقع ریسک 95% هم وجود داره. ریسک 95% چیه؟ میگه شما یک اجاره کوتاه مدت برای تمدید لایسنست میگیری به علاوه حساب شخصی فعال. یعنی شما اگر هیچی نداشته باشی، هیچ نوع علائمی از فعال بودن شرکتت نداشته باشی، ولی یک حساب شخصی فعال داشته باشی که این حساب شخصی تراکنش داشته باشه. یه سری از دوستان میان میگن آقا شما اگر هیچی نداشته باشی، حساب شخصی تراکنش داشته باشه، یعنی شما داری پولشویی میکنی. این تا یه حدی درسته، اما از اونجایی که برای ایرانی‌ها حساب شرکتی به راحتی باز نمیکنن، یک بهونه الان دستمون هست. اون بهونه اینه، میگیم آقا حساب شرکتی برامون باز نمیکنن، ما با حساب شخصیمون داریم کار میکنیم و یه گزارشی از حساب شخصیمون داریم، یه پرینت 6 ماه، یه پرینت 3 ماهه داریم. این یک روزنه امید رو برای ما باز میکنه که بدونیم آقا طرف 5% شانس تمدید شدن اقامت داره. خارج از این موضوعاتی که عرض کردم خدمتتون، اگر حساب شخصی نداشتید در این مدت، تازه الان میخوای بری حساب شخصی باز کنی و یه ماه مونده تا تمدید اقامتت، هیچ شانسی برای تمدید شدن اقامت بیشتر از 5% نمیتونی داشته باشی. و چه اتفاقی میافته؟ میای لایسنست رو تمدید میکنی، لایسنست هم برای تمدید میکنن، 10,000 8,000 نمیدونم 12,000 با اجاره اینا هزینهش میشه. میرسی به مرحله تمدید ویزا. اون وقتی که ویزاتو برای تمدید نمیکنن و وقتی که ویزاتو تمدید نکردن برای دیگه اون پول تمدید لایسنس هم که پرداخت کردی بهت برگشت داده نمیشه و از دستت میره. خواهشاً زمانی که میخواید لایسنستون رو تمدید بکنید، اقامتتون رو تمدید بکنید، قبلش استعلام بگیرید. استعلام اتاق منشأ رو بگیرید که بلاک نشده باشه. استعلام خود لایسنس رو بگیرید که لایسنس برای کنسل شدن نرفته باشه. و این مواردی رو که توی این لایو عرض کردم خدمتتون که الان یه بار دیگه به صورت تیتروار میگم رو اگر ندارید، هزینه برای تمدید لایسنس ندید که پول از دستتون میره. یه بار تیتروار میخونم براتون. اجاره دفتر فیزیکی، داشتن حساب شرکتی بدون برو برگرد، بدون ریسک، اقامتتون تمدید میشه. اجاره دفتر فیزیکی یعنی دفتر فیزیکی داری و حساب شخصی داری، 10% ریسک داره که اقامت تمدید نشه، یعنی اقامت تمدید میشه. اینا که میگم تا 50% شانسشون زیاد میتونن تمدید بکنن. مورد سوم، دفتر بیزینس سنتری واقعی که وجود داره و حساب شرکتی. 30% ریسک تمدید شدن اقامت داره، یعنی 30% ممکنه که اقامتتون تمدید نشه. اجاره دفتر بیزینس سنتری واقعی یعنی فیزیکال و پرینت حساب شخصی، 50-50 اقامتتون تمدید میشه. 60% ریسک 60%. اجاره میزی که فیزیکال وجود داره، میتونید ازش استفاده بکنید و حساب شرکتی دارید، 60% ریسک تمدید نشدن اقامت داره. اجاره میز واقعی به علاوه حساب شخصی 75% براتون ریسک داره و ممکنه که اقامتتون تمدید نشه. اجاره کوتاه مدت یعنی اجاره دفتری که در اختیار شما نیست به مدت 1 ماه 2 ماه، ولی حساب شرکتیه رو داری، 85% ریسک تمدید نشدن اقامت داره. اجاره کوتاه مدت به علاوه پرینت حساب شخصی،
این دیگه بیشتر ریسک رو داره. 95% به شما ریسک میده بابت تمدید نشدن اقامتتون. پس این مواردی که اینجوری تیتروار گفتم خدمتتون، بچه ها لطف میکنن مرتب و منظمم توی استوری میذارم براتون که نوت برداری بکنید انشالله. اگر شد، البته بعد از اینکه یک مسابقه از این لایو قرار انجام بشه، اون انجام شد، بعد اینو براتون توی در واقع استوری هم میذارم. 6-7 دقیقه تایم داریم، اگر سوالی دارید بپرسید که من در همین مورد باشه لطفاً بچه که من جوابتون رو بدم انشالله. ما یه نفس بگیریم. بفرمایید آب. نه و 23 دقیقه است. خیلی سعی کردم آن تایم بیام سر تایمی که گفتیم و 30 دقیقه لایومون رو برگزار بکنیم براتون انشاءالله. لایومون هم 30 دقیقه است برای اینکه سیو بشن انشاءالله. سلام خانم شیوا، شب شما بخیر باشه. دوستانی که در طول لایو سلام کردم، من چون می‌خواستم که در واقع رشته کلام از دستم در نره جواب سلاماتون رو ندم، خیلی عذرخواهی میکنم. سلام بر همتون، شبتون بخیر باشه. قبل تمدید شرکت غیر از اتاق منشأ از چی استعلام بگیریم که هزینه تمدید شرکت سوخت نشه؟ از خود لایسنستون باید استعلام بگیرید که لایسنس برای کنسل شدن در واقع آندر ادمین کنسلیشن وضعیت شرکتتون نباشه. برای تمدید سال دوم لایسنس میشه تمدید نکنیم، بذاریم 3 ماه مونده به سال بعد محل اجاره کنیم، دوادار جگماشو بدیم. این هم یه پیشنهاد، خودم معمولا این پیشنهاد رو میدم، ولی 3 ماه نه، 6 ماه مونده به اقامتتون این کار رو انجام بدید. شریک اگر نمیخواد تمدید کنه هیچ ربطی به در واقع موضوع خود شما نداره، باید برید از طریق در واقع محکمه درخواست کنسل شدنشو بدید. یه سری پیچیدگی‌های خاص داره، ولی کلا هزینه در واقع اضافه‌ای که شما بابت یه شرکت 2 نفره پرداخت میکنید 1000 درهم بیشتره. یعنی این که بخوای بری اون نفره رو حذفش بکنی خیلی بیشتره. اونو توی چیزش میتونید، اقامتش میتونید برش تمدید نکنید. حساب شرکتی به چه اشخاصی تعلق میگیره؟ به همه کسایی که ثبت شرکت کردن تعلق میگیره و موضوع خاصی نداره. آقای خزایی ارادتمندم، شما هم عشقی، خیلی مخلصیم. خب ما که واقعا نمیخوایم دفتر اجاره کنیم برای اقامت، اصلا همچین موضوعی نداریم خانم مریم. ببین در قانون میگه شما ویزای سرمایه گذاری گرفتی، ویزای ثبت شرکت گرفتی، شرکت بدون داشتن دفتر نمیتونه کار بکنه. یعنی کلا این خواسته که شما دارید، یعنی میگید ما نمیخوایم دفتر اجاره بکنیم، منطقی نیست. شده این جزء تعهدات شماست برای فعال بودن شرکتتون. برای شرکتایی که الان اتاق بند شده و موعد تمدید هم هنوز نشده چه کار باید کرد؟ باید دفتر فیزیکی اجاره بکنید، دفتر فیزیکی که دوا داشته باشه. اتاق منشأهایی که بند شدن باید حتما از طریق در واقع دفتری که دوا داره، برق روش هست، اینترنت روش هست، 3-4 ماه این دفتر در اختیارتون باشه که بتونید تمدیدش بکنید. امید جان خیلی ارادتمندیم. فقط اومدم خسته باشید بگم، قربونت، خسته نباشید بود نشام. توضیحات کامل بود. فقط اگر کارت منشأ فعال باشه میشه اقامت رو تمدید کرد. امید اگر که اتاق منشأ فعال باشه جای امید داره که بشه بدون چالش تمدیدش کرد. البته بستگی به نوع لایسنس هم داره. اگر لایسنس آقا سلام، اگر لایسنس رفته باشه قید لقا یعنی اتاق منشأ هم قطعا بند شد. این احتمال 99% اینجوری هست. چه دلایلی باعث بند شدن اتاق میشه؟
غیر فعال بودن شرکت، زمانی که شرکت رو ثبت کردید و در 2-3 سال متوالی شرکت اون تمدید نشده، اجاره نامه نداشته، اینا باعث میشه که بطاق منشأ شما بند بشه. و یه دلیل دیگه‌ش هم این که وکیل خدمات داشته باشید و هزینه وکیل خدماتتون رو پرداخت نکنید، ایشون هم میتونه بره بطاق منشأ شما رو بلاک بکنه. سلام، خسته نباشید علی آقا. من 5 ماه تا تمدید لایسنس دارم اما فقط حساب شخصی دارم. آخرین فرصت برای من این که اجاری بگیرم تا نشون بدم فعالیت دارم چند ماه قبل از تمدید لایسنس. 3 ماه مونده به تمدید اقامتتون. آخرین تایمیه که شما میتونید دفتر فیزیکی اجاره بکنید که 2-3 ماه براتون دوا بیاد و نشون بده که آقا شما شرکت رو فعال کردید. هنوز امان ثبت شرکت 2 نفره خزایی متوجه نشدم. شرکت 2 نفره ثبت نمیشه دیگه، کلا بسته شده. برای همه نشنالیتی ها این موضوع هست و بسته شده. حساب شرکتی مجانی مشرق باز میکنه با اجاره دوادار؟ بله، مشرق باز میکنه و هزینه هم نداره. در مورد ارزان ترین قیمت اجاره برای دوا هم اگر بگید ممنون میشیم. ارزون ترین اجاری ها حول و حوش تقریبا 27000 درهم با هزینه های جانبیش میاد حولش 34-5000 درهم میشه. حمید آقای مرادی سلام علیکم، شب شما هم بخیر باشه. خانم شیوا، خب خیلی ها دارن بدون اجاری واقعی یک محل هنوز اقامت دارن، جدیدن این باید واقعی باشه. بله، این بر اساس سختگیری‌هایی که الان جدیدن اتفاق افتاده و لایسنس ها حتما باید فعال باشن. هنوز همیشه شرکت 2 نفره ثبت کرد؟ نه خانم نسترن، فقط 1 نفره. ارزان ترین دفتر ماهانه آقای مهرابی 27000 درهم با هزینه‌های جانبی 34-5000 درهم. من از طریق ثبت شرکت به نام پدرم اقامت گرفتم که بتونم کار بکنم. اگر توی بانک وایو حساب برای شرکت باز کنم اوکیه، هر چند وقت یک بار باید به اداره مالیات گزارش بدم. در مورد مالیات یه لایو جداگونه انشالله در همین هفته آینده برگزار میکنیم. مالیات 2 تا بخش داره بچه، یه دونه تکس، یه دونه وته. کورپرات تکس، کورپرات وت. شرکت هایی که وت رو ثبت نام میکنن هر دوره 3 ماهه یک بار باید گزارش VAT بدن، وتشون رو بدن. شرکت هایی که تکس ثبت نام کردن و وت رو ثبت نام نکردن هر سال پایان دوره در واقع سال مالیشون باید گزارش شرکتشون رو ببندن، دفترهاشون رو ببندن در اصطلاح و 8-9 ماه بعدش تایم دارن برای در واقع ارائه دادن گزارش. بچه جا موندم از کامنتاتون. پیام بنده دیده نمیشه. خانم آتوسا ندیدم ببخشید. آقای نیازی سلام محمد آقا، شب شما بخیر باشه. بچه 1 دقیقه دیگه میبندیم. خانم آتوسا سوالتون رو بپرسید، من ندیدم ببخشید. 1 دقیقه دیگه میبندیم لایو که تایم زیاد نشه. انشالله سوالات دیگه‌تون رو توی دایرکت بپرسید، من حتما جواب شما رو میدم با امید خدا. بچه جواب دهیمون خیلی بهتر شده، یعنی پیام باز نشده ای نداریم، خیلی کم شده. البته نه اینکه نداریم، واقعا فکر میکنم روزی 5-6 ساعت دارم خودم 1 نفر 3 تا خط جواب میدم که یه سری شکایت هایی که دوستان براشون به وجود اومده بود دیگه به وجود نیاد و پاسخگوی همه باشیم. اگر شرکت فعالیت نداشته باشه مشکلی پیش میاد؟ بله قطعا مشکل پیش میاد. زمان تمدید اقامت هوم آفیس میتونه جای اجاری استفاده بشه؟ بله میتونه استفاده بشه، به شرط اینکه اجاریش به نام شرکت نوشته باشه. اگر ویزات برای شهر دبی باشه میتونیم در دبی دفتر بگیریم؟ خیر نمیتونید. شرکت فرمودن به نام پدر ثبت کردم، ویزای من اسپانسری ولی فعالیت مالی شرکت با حساب شخصی من بود. این مورد تایید هست. توی توضیحات گفتم با حساب شما نه، از خود صاحب شرکت در واقع چیز میخوان، پرینت حساب شخصی و شرکتی میخوان. نمیتونه در واقع گزینه قابل قبولی باشه برای فعال بودن شرکت. خب آقای علی آقا توفیقیار خیلی مخلصم، والا از اولم تنهایی بهتر جواب میدادید. دقیقاً به همین صورته. بچه یه نکته جالب بهتون بگم، ما خودمون کارهای اقامت و ثبت شرکت اینا رو انجام میدیم از ثبت مالیات. من
کار مالیات شرکت خودم که سپرده بودم دوستانی که کار مالیات انجام بدن، امروز متوجه شدم که یکی از شرکتام ثبت مالیاتی نشده و 10,000 درهم جریمه شدم. این هم از نکات جالبیه که وقتی که آدم کارشو محول میکنه به کسای دیگه، این بلا هم سرش میاد دیگه. باید جور بکشیم آقا 10,000 درهم چیزی نیست. شرکت دوادار سوری پیدا نمیشه، برای سال اول فعالیتی نداشته باشه مشکل پیش نمیاد. نه، سال اول مشکلی نداره تا خدمت شما که عرضم 6 ماه مونده به تمدید اقامتتون. واقعا ممنون از شما و تیم خوبتون که بهترین شکل ممکن کارا رو انجام میدید. ارادتمندیم. آقای محمد آقا برای همتون آرزوی موفقیت میکنم. به خدا دوست دارم 2 ساعت اینجا بشینم جواب همتون رو توی لایو بدم، ولی دوستان به من گفتن که تایم لایو ها زیاد نشه که بتونیم سیوشون بکنیم و دوستان اونجا استفاده بکنن. شب همتون بخیر باشه. براتون آرزوی سلامتی میکنیم زیر سایه پدر مادراتون و روزی حلال فراوون برای همتون میخوام. خیلی مخلصم. شب بخیر.